دهقانان تاجیک امسال به سرحاصلی زمینهای خود امید ندارند. آنها در خریدن نوریهای کیمیایی ناعلاج ماندند. کامل جان سمدوف، یکی از دهقان با تجربه میگوید اکنون خرج دهقان به دخلش حتی برابر نخواهد شد. ما مثال حاصل 7 گکتار 8 گکتار گندم میکردیم، 4 گکتار 5 گکتار پیاز، تا یکون 2 گکتار سبزی، جیرماکه تا 14 گکتار جیرماکه کردیم. уже همین سالش باشه 1 گکتار 2 گکتاری فروندگی. از سببی که اوزخو قیمت و همون حساب اوینده و تیم گیریم چیکیم کنیم راسخود کنیم و راسخودمون براش زندگی ما دیده نتونیم، همون سبب گکتر کم میکنه دیگه. دارو قیمتش دکون مثال حاصل بالاتر از مثال نمیشه داشتیم. مثال حاصل 500 کیلو میشه مثال 200 کیلو. خیلی خوبه. دهقانان ولایت ختلان با آرزوی آنکه ممکن نرخ داروباری کشاورزی باز پایان می شود، امسال کشت را مثل سالهای قبلی زیاد کردند. اصلی رحیموف 30 سال باز کشاورزی می کند و در بیشتر از 100 گکتار کشت کرده است. ولی حالا با پست نشدن نرخ نوریهای مینرالی راه دیگری بیرون شدن از این حالت را جستجو دارد. حوض قین شدگی این زمین ما گرفتگیم، گندم شوشیدگی دیگه زورمون نمیرسه به دارو. مجبوریم چیکار کنیم؟ بانک بریم، ای بانک قرض بگیریم. اگر شوه دارو دوا میتونیم، نشه دارو قیمت ای 400 برو رفتگی 470. به گفته دهقانان و کارشناسان کشاورزی امسال نرخ نوریهای مینرالی تا 50% بیشتر شد. برای مثال یک خلطه امافاسکا کربامید 3 لیتر و نیسترا امافاسکا از حدود 300 سامانی سال گذشته تا قریب 500 سامانی بالا رفته است. اکثر این نوریها از ازبکستان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان می آیند. گفته میشه در آنجا نرخ چندان گران نشده است، ولی فروشندگان شرح داده نتوانستند که چرا نرخها در تاجیکستان این اندازه بالا رفتند. نظر کارشناسان چیست؟ اساساً نوریهای ازاتی قیمت شد، چون بازار جهانی و نرخ گاز طبیعی خیلی بلند است. من تا 2000 کوب به 2000 دلار شده برفت. حاضر نبید روسیه تا 1 ایون مو و من کرد. نمایشی بود صادرات نوریهای ازاتیش من کرد. ازبکستان هم من کرد که تا ماه ایونه. حاضر ما آن ذخیره که حاضر خودمون هست استفاده بودن نکرد. برخی دیگر کارشناسان یکباره بالا رفتن نرخ نوریهای کیمیایی را به بیماری همگیر و کم شدن استحصال نوریها در خارجه پیوند می‌دهند. بنابر آمار وزارت کشاورزی تاجیکستان، خواجگی‌های دهقانی کشور به بیش از 9 میلیون تن نوری معدنی نیاز دارند. سال 2021 به جمهوری 200,000 تن نوریهای مینرالی به مبلغ 42 میلیون دلار وارد کرده شده است. طبق نقشه پیش بینی کرده کشور از خارج در سال 2021 2 میلیون بیشتر و یا 30,000 تن زیاد وارد کرده است. زیرا سال تا سال احتیاج زمین‌های فرسوده کشاورزی به دارو زیادتر می‌شده است. خاک‌های جمهوری تاجیکستان این خاک‌های خاکستررنگ نسبت به سیاه خاک حاصل خیزی آن پستر، مقدار گوموس در خاک‌های ما 1 تا 1.9 اکثریت جاها تا 0.8 است. بنابراین برای آن که ما حاصل فراوان رویانیم ما حتما باید از نوریهای مینرالی استفاده بریم. زمان کارگاه تولید نوریهای ازاتی وخش واقع در جنوب تاجیکستان فعال بود، ولی بعد پاشخوری اتحاد شوروی آن از کار ماند. حالا انتظار می رود کار آن سر شود. معلوم نیست کی محصولات آن واردی بازار می گردد، اما از حالا چشم همه به سوی آن چار است. در کشورهای پیشرفته به استحصال کنندگان محصولات کشاورزی یارانه یعنی سوبسیدیا جدا کرده می شود، ولی به گفته دهقانان تاجیکستان تا حال چنین امکانیت را ندارد. با این وضع استحصال کنندگان و دهقانان مجبور هستند که محصولات خود را امسال گرانتر فروشند تا خراجات را پوشانند و فایده به دست آورند. یعنی نرخ‌ها برای همه باز بالاتر خواهند رفت. فرزا محمدی، محمود جان رحمتزاده، رادیوی آزادی.